خدایا تا پاک ما نکردی رمضان نبیاری، ما را پاک کو پروردگار. قلب ما را از ریا، شرک خفی، قلب ما را از گناه، از محبت غیر الله یا رب پاک کو. قلب ما را از کینه پاک کو. شما آمین گفتین؟ این خوب بخش شد که از خدا خواستی. تو چی میکنی به سر از این روز بخیر به استقبال رمضان شریف؟ آینه که تقوا میپوشین انشاءالله، آینه که تقوا و دهنتان قفل میزنین. پیغمبر علیه السلام گفت یا سخن خوب بگو یا خاموش باش. یکان تو رو میبین جای میره چوب است، ایز گپ نمیزنین، یک گپ بزن، یک خنده کو، یک دشنام بده، چوب است. نمیخوا وقت با تو ضایع کنه، دور از شما. خداوند ما را این نیم بگیرین که از رمضان شریف استقبال نه بلکه بهترین استقبال میکنیم. چی میکنیم؟ انشاءالله استقبال نه بلکه بهترین استقبال. شما انشاءالله اکثرتون قرآن خوان هستین. چند نفر قرآن خوان؟ دست بالا قرآن که از روش خوانده میتونه بگوین الله اکبر. دستا پایان. قرآن شریف در رمضان ما و شما یا بین رمضان آهسته نه بلکه بسیار آهسته میخوانیم. صحیح انشاءالله؟ همین گپ صحیح؟ این استقبال است. بعضی ها پذیرایی از رمضان را میفهمین چی نام میمانن؟ دو بوجی برنج در خانه فکر میکنن که این استقبال رمضان. یک دوتا گوسفند این را چطور بسته کردیم؟ به خاطر رمضان شریف. وقتی که ملاهای مسجد برای مردم میگه در رمضان آمادگی بگیرین، این بیچاره فکر میکنن ملا میگه گوسفند بیار. استقبال از رمضان گوش بریان نیست. بسر دسترخوان افطاری در ماه رمضان گوشت و نان مهم نیست بلکه عشق خدا را در دسترخوانت بیار. عشق الله بسر دسترخوانت بیار. به زبانت شیرینی اخلاق اسلامی را وقتی که با خانم خود روبرو شدی، السلام علیکم خانم عزیز، رمضانت مبارک باشه. هر افطاری رمضان عید است، هر شب رمضان عید است. بگوین الله اکبر. تا سحر تو چندین بار بیدار شو. خواب ماندن چیست که عاشق خدا را خواب دانه در سر